به گزارش العالم، رسانه‌های آمریکایی تصاویری منتشر کردند که نشان می‌دهد مصرف کنندگان این ماده مخدر قادر به حفظ تعادل حین راه رفتن و کنترل رفتار خود نیستند و چهره‌ای بسیار وحشتناک پیدا می‌کنند. مصرف مستمر این ماده مخدر باعث کاهش ضربان قلب، ضعیف شدن دستگاه عصبی، پدیدار شدن زخم‌های خطرناک و در نهایت مرگ می‌شود. Later.